یعنی دعای قنوت یعنی قول راجح یعنی اکثر روایت های بسیار اومدگی به بعد از رکوع خوانده می شود. بعد از رکوع كان رسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يدعو يقول اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان. یعنی دلیل صریح که قنوت بعد از رکوع گفته می شود. نه حالتش کدوم حالت به دعای قنوت خونده میگیم؟ یعنی قنوت در باره چند بار ها گفته مثلا یعنی قنوت مثلا یعنی نمازهای فرضی به نمازهای مکتوبه مثلا نمازهای فرضی نمازهای مکتوبه نمازهای فرضی به نعم یعنی اگر مثلا به اجازت ولی الامر و دو چیز باشد یعنی مسلمان ها یک مصیبت یک سختی آمده که به خوبه سنی ولی الامر اجازت میتید همیننده مسلمان ها جماعت شده نمازاشون چه قنوت میخونن سنی اما ویترند قنوت میخونن نمیخونن این چی گفتیم یعنی تقریبا 7 حدیث اومده که همین حدیث ها چه از ضعیفی خالی نیست. برای بعض اهل علم مثل امام احمد و ابن القیم و غیر علم ها چه گفتن یعنی اگه حدیث صحیح بابا نآمده که شبانده ویترند چه قنوت خوندن. اما دیگه دعا میشدن نه سجده به دعا میکنند دیگه وقت بودم دعا میکنند. نه